آقا این اینستاگرام گفته چون ویدیوهات قلاب نداره بازدید نمیگیره. گفت اول ویدیوهات قلاب بذار. من گفتم آقا قلاب از کجا پیدا کنم؟ اصلا نمیدونم کجا قلاب میفروشن. حالا شما فرض کنید این قلابه، به بزرگواری خودتون ببخشید تا من یه قلاب پیدا کنم دیگه. بگذاریم آقا امروز هم تموم شد، ساعت 7 تقریبا روبیناه کارم تموم شد و دیگه اومدم خونه. درآمد امروزم 1,300 با اسنپ بود، 357 تومن که تشویقیشو میگیرم و 200 تومن هم که با تپسی و 125 تومن هم تر تشویقی تپسی که رو هم حساب کنیم ما با ارفاق میگیم 2 تومن، ولی 2 تومن نشد. 1,970 اینا 80 بود 2 تومن. ولی خب 13 ساعت بیش از 13 ساعت کار کردم دیگه. یا تا نایر بالا رفتن از پله ها هم ندارم.